مخلصان هم انتظار برگزارشوی رقابت‌های نهایی هستند و منتظرند که در این سه وضعی که رقابت‌ها صورت گرفته افتاده است که ها غالب و جایزه دار می‌گردند. درجه بین المللی نماینده جمهوری تاجیکستان سمندری محمدی، دوار مرکز سمندری محمدی دوار درجه بین المللی از رشته گشتنگیری است و پهلوانان وزن به اضافه 86 کیلوگرم جفتی نوبتی در مرحله نیمه نهایی روی گلیم آمدند. بکمرود آلتیبایف با لباس‌های سفید نماینده کشور ازبکستان اشتراکچی بازی‌های المپیک توکیو با انتون براچف ورزشکار کشور روسیه رقابت را آغاز نمودند و یک حرکت یک پایزنی از جانب براچف بود. اینجا نیروسنجی ادامه می‌یابد و توجه میکنیم که چگونه هنرنمایی را این دو پهلوان نشان میدهند. غالب این جفت را در مرحله نهایی وزن به اضافه 86 کیلو محسن حسام‌الدینov انتظار است و غالب در رقابت فینالی با پنجکارته چمپیون جهان کورش محسن آزمایی میکند. یک تنتنه عید گشتنگیری در ورزشگاه مرکزی ناحیه دنقره با مرام ادامه یافته ایستاده است. با آلتیبایف دوار مرکز آگاهی نشان داد و یک حرکت از جانب انتون براچف بود که میخواست که سر زانو نشسته پرتافت انجام بدهد. هر دو هم اینجا با یک باوری و با یک آمادگی جدی رقابت کرده ایستادند. سبقت ادامه می‌یابد و به انتون براچف هم آگاهی نشان می‌دهند. و باید قید نماییم که و اینجا یک پرتافتی زیبایی که آلتیبایف بکمرود سر زانو نشسته پرتافت کرد و غلبه را بر سود خود انجام می‌دهد. همین طور به مرحله نهایی می‌رسد. الیمپیاد نصیب نماینده جمهوری ازبکستان بکمرود آلتیبایف او به دور نهایی برآمد و رقیب او انتون براچف قصد باخته که در جمهوریت شهر دوشنبه اوید به گشتنگیری بکمرود آلتیبایف از انتون براچف داشت. در اینجا گویم که حساب را برابر کرد و غلبه را بر سود خود انجام داد در اینجا و راهش را به مرحله نهایی وزن به اضافه 86 کیلو هموار نمود. یک پرتافتی عالی داشت، یک حرکت بسیار جالب را در اینجا نشان داد بکمرود آلتیبایف. هواداران گشتین اجدادی گشتینگیری اینک